برای اولین بار در ایران چالشی ترین و جذاب ترین برنامه سال برند. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. سارکی هستم، ابوالفضل سارکی، امیدوارترین مرد روی زمین. امروز با برنامه 50 برند برتر ایرانی در خدمت مرد انرژی ایران هستیم، کسی که افتخاراتش، شهرتش برای همه ما شناخته شده است. تقریبا فکر میکنم حدود 5 سال تا 6 سال هستش که مردم شما رو توی شبکه‌های اجتماعی زیاد می‌بینن. می‌خواستم ببینم که روند شروع کارتون و استارت کارتون از کجا بوده، از کدوم شهر شروع کردید و چه چالش‌هایی گذروندید. رشته اصلیم کشی بوده، به دلیل مسئولیت نیست که پا و دیسک کمر متاسفانه انصراف دادم. 2 سالم استراحت داشتم، 8 سالم استارت بدنسازی زدم که همون سالم تونستم به مقام استانی و کشوری رو کسب کنم. سال 85 روند اصلی و حرفه‌ای بودن من اون تو رشته پرورش‌دهندگی شروع کردم. از همونجا با دوستانی که در کار خوانندگی و بازیگری هستن آشنا شدم و تونستم در قسمت مجازی از فیسبوک بوده استارتمو بزنم و در حال حاضرم در اینستاگرام فعالیت می‌کنم. من اصلیتم روستای کریم کلا از شهر خیلی تصورشون اینه که کسی که امروز به عنوان الگو یا برند توی زمینه فعالیت خودش هستش حتما پارتی، پول، سرمایه یا کسی داشته که کمکش کرده. شما از کجا شروع کردید؟ از دید مردم ما خیلی آدم مرقش مرفعی هستی، ولی من تو محله بزرگ شدم که هیچ امکاناتی نبوده. من حتی استارت بدنسازی رو شاید با امکانات خیلی کم حتی تلاش کردم خودم درست کنم. استارت بدنسازی رو از همون تو حیاط خونم. استعداد داشتی؟ ژن بدنم ژنی بود که خودم فکر می‌کردم که میتونم موفق بشم. 700,000 تومان پول جمع کردم، 300 تومان بلیط و ویزا خریده بودم، با 400,000 تومان از دوحات مازندران رفتم دبی. اومدم دبی، از هواپیما که پیاده شدم نه سلام کردن فارسی بلد بودم، نه انگلیسی، نه عربی. با لهجه خود من شمالی رفتم توی باشگاه، بعد دیدم یه سردر باشگاه، عکس یه باشگاه بدنسازی، رفتم داخل، گفتم من مربیم، میتونم اینجا کار کنم. منم ماشین حساب زدم، دیدم 2000 درهم میشد مثلا 700,000 تومان. گفتم ای جونم 700,000 که دیگه من ترکوندم دیگه. بعدم فهمیدم 700,000 کلا اگه بخوای اونجا یه غذایی که روزمره مثلا 3 وعده غذایی خیلی ملو بخوری، آره یه ما بخوری یه غذایی رو شما تقریبا شاید 2000 تا هم رد کنی در حد یه ساندویچ ها. من برآورد کردم در روز من یه شاورما اینقدری می‌خوردم با یه سیب زمینی در روز خودم رو سیر می‌کردم. صبح ساعت 6 باشگاه بودم تا 12 شب. 12 شب باشگاه رو دوباره باید تمیز می‌کردم، حاضر می‌کردم برای فردا صبح ساعت 6 صبح. بعد مدت تقریبا یک ماهی با یه دوستی به نام بهرام‌نامی که عرب ایرانی بود رفیق شدم. گفت بابا بدن خیلی خوبه، مثلا چرا اینجایی برو مثلا یه باشگاه بهتر کنش. من نه صحبت بردارم نه میدارم نه اصلا میدونم کجاست. گفت من میبرمت. من اونجا باشگاه به نام باشگاه بیایی جیم تو جمعرا بود، شرطبایی تو جمعرا، که فکر کن از درآمد 2000 درهمی شده 20,000 درهم. ببخشید شد 14,000 درهم. 14,000 درهم به من میداد، با پولم اتاق خوابم بهش میداد. جابجا شدم، هنوزم به باشگاه قبلی نرفته بودم، همینجوری خودم اومدم ببینم شرایط چجوریه. دیدم که شرایطشون خیلی برام بهتره. بهش گفتم اوکی خونه میدادم، باشگاه با حقوق 14,000 درهم. گفتم میمونم. گفت از کی شروع؟ گفتم همین الان. گفت که وسیله‌ها چی؟ گفتم وسیله نه پتو دیگه. همونجا موندم، یعنی حتی ریسکی نکردم که برم پشیمون بخواد بشه. گفت اتاق خواب بهت میدیم. اتاق خوابم که بهم دادن دمشون گرم، ولی خب با 15 تا هندی من می‌خوابیدم توی اتاق مثلا 3x4، فقط خواب بود دیگه. 16 نفر. با یه دوست آشنا شدم، یه ذره گنده است، عصرا میاد تمرین بادیگارد یه کلابی بود. گفتم داداش میشه برای من بادیگاردی یه جا رو استخدام شم؟ گفت اوکی. یه بادیگارد دیسکو عربی بود تو ایویشن کلاب بود تو دبی که من
12 تا 4 صبح اونجا کار میکردم. چند بیدار میشدی؟ فکرشو بکن، من ساعت 6 صبح مثلا میرفتم باشگاه تا 10 شب تازه میخواستم یه دوش بگیرم، خود شلوار بپوشم برم اونجا، میشد 12 تا 4 صبح بادیگارد دیسکو میرفتم. فکر کن از دوحات رفته بودم اونجا، هنوز حال و هوای شهرستان و اون حس شهرستانی و اون حال و هوای آدما دلتنگی دقیقاً. یه دفعه رفتم یه جایی که دیدم همه مثلا دارن اشغال میکنن، میتره کنن، چه زندگی خفنی دارن. هم به من میگن تو قشر مرفه هستی، منم مثل تو استراحت میکردم، منم مثل تو باشگاه خفن میرفتم، منم کلام خوب میشه، بارکالله. منم این اسپانسره که تو داری رو داشتم. داداش من از بدبخت‌ترین جا شروع کردم. زنم آوردم دیگه گفتم آقا توی جایگاه رسیدم که دیگه باید خانواده‌ام پیش من باشن. خانومم آوردم. خب تو باشگاه که نمیتونستیم بخوابیم، باید یه کار میکردم، یه سرپناهی داشتیم. چیکار کردم؟ رکب دادم. یه ماشین اجاره کردم، خونه اجاره نکردم. یه ماشین اجاره کرده بودم. فکر کنم من لب در میخوابیدم، شیشه ماشین دودی کردم، لب در میخوابیدم، لب در دوش میگرفتم، میرفتم باشگاه تمرینام میکردم، دوباره میاد لب دریا همونجا دوش میگیرم میخوابیدم تو ماشین. بچه‌م به دنیا تو ماشین. بعد این گریه دخترم تو گوش میگم اینقدر این بدبخت بچه سختی کشیده بود. دقیقا میفهممش. تو ماشین بدونم دیگه زندگی یه ذره برای ما سخت‌تر شده بود. فکر کن گریه دختر تو مادرم فقط جاش کجاست؟ تو ماشینه، نه جایی میتونه بره نه چیزی. شما هم که از صبح بعد میرفتی سر کار، سفری کردن یک روز کامل یا چند ماه کامل تو ماشین خیلی سخته. رفیقایی پیدا کرده بودم مثلا می‌خواست یه حالی بهم بده، یه موبایل فروشی داشت. فکر کن مثلا من شبا فقط به من گفتش آقا ما در مغازه رو بستیم، میتونی تو تراس مغازه که 1 متر مثلا بود اونجا مثلا میتونی بچه‌تون رو ببرید بالا اونجا بخوابید. تو مغازه دوستان می‌خوابیدن. عرضم به حضور شما که باز خدا رو 1000 مرتبه شد این پلن زود تموم شد. به خاطر چند ماه طول کشید؟ فکر کنم روزی دخترم تونستیم حالا یه خونه‌ای بگیریم، یه خونه‌ای که تقریبا میشه که یا آپارتمان 3 خوابه، یه خوابشو من تونستم اجاره کنم، یه خوابشو مثلا یه دختر خانم بود، یه خوابش مثلا 2 تا پسر بودن، آشپزخونه که مشترک. دیگه یواش یواش خدا رو 1000 مرتبه شد کارام بیشتر شد، تواناییام بهتر شد، درآمدم بهتر شد. سعی کردیم یه سویچ بگیریم مثلا خودمون. این پلن هر ماه من بود، یعنی من هر ماه جابجایی رو داشتم، یا جابجایی ماشین رو داشتم بهتر میکردم یا جابجایی خونه رو داشتم. اصلا تا جایی رسیدیم که بهترین خونه رو تو دبی مارینا گرفته بودم، بهترین ماشین رو گرفتم و بهترین زندگی رو خدا شد. دیگه شده بودم نفر به جرئت میگم اول دبی. 44 میلیون من در ماه درآمد داشتم. چه سالی؟ 95.